این دعا را باید هر کدام ما و شما برای خود وظیفه گذاریم و دائم دعا کنیم که کاش که این گوشهای ما و شما فقط و فقط شنیدن کلام الله را داشته باشد. این زبان ما و شما تا که خواننده قرآن باشد. امروز عیب است، عیب که شما الکی بوایه رسیدین، از نعمت پروردگار میخرین، قرآن پروردگار خوانده نمیتونین. عیب است برای شما. اون جوان مرده که امروز بوایه رسیده است، با 40 و 50 رسید یا با 60 و با 70 رسیدین، اگر شما قرآن که خوانده نتونین در این خیل شرایطی که خدا امروز مناسب آورده است، باور کنید از این گناهی وزنی نیست. حبیب خدا میگوید خیرکم من تعلم القرآن و علمه. اگر در اطراف من 3000 یا 4000 نشسته باشید، حبیب خدا میگوید بهترین اینها کیست؟ کدام شما بهترین هستین؟ گفت آن کسی که قرآن میخواند، آن کسی که سحر قرآن کشاده میکند، آب چشمش بالای قرآن را میریزاند که این کلام الله، امروز خدا مرا هدایت کرده است و کلام الله را میخوانم. حبیب خدا میگوید بهترین شما ای جوانها، ای موی سفیدها، آن کسی هست که قرآن خوان باشد و علمه، باز این قرآن بر رفیقش و با همسایش و با فرزندش و با زنش تعلیم دهد. بهترین شما گفت انا همون است. امروز ما شما الحمدلله نام مسلمانی داریم، امروز نماز جمعه میخوانیم، امروز دیگر عملها را میکنیم، لیکن از قرآن دور هستیم، قرآن نمیخوانیم. حاجیای ما و شما از حج گشته میآیند، میگن زنها قرآن میخوانند، کودکهای مردم خارج همه قرآن خوان هستند، لیکن ماها چی؟ ماها فقط نظر میکنیم، بعد اونجا آبی چشم میکنیم که دیگر فایده نداره. برابری نماز، برابری زکات، برابری روزه، خواندن قرآن هم این چی است؟ ثواب دارد، این هم عبادت است. پیغمبر خدا میگه مثل المؤمن یقرأ القرآن مثل الاترجة ریحها طیب و طعمها طیب و مثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ریح لها و طعمه حلو. پیغمبر خدا مؤمنها را دو صنف کردند، یعنی شما را به دو صنف تقسیم کردند. گوییم که به سارت یکم و به سارت دویم تقسیم تان کرد. آیا شما نمیخواهید که در سارت اول باشید؟ اگر خواهید که در اولش باشید، پیغمبر خدا گفت آن مؤمنی که قرآن میخواند وای به منزله مندرین است. اترجه یا اپلسین گوییم یا مندرین گوییم، هم پوستش کو مزه خوب دارد، هم داخلش مزه شیرین دارد. لیکن مؤمنی که نام مؤمنی دارد، یعنی مسلمان است، 5 وقت نماز میخواند، روزه میگیرد، مسجد میآید، فقط از خواندن قرآن محروم است، او به منزله خرما هست. گفت فقط مزه شیرین دارد لیکن بوی خوب ندارد. شما از همون بوی خوب محرومین، این کسانی که امروز قرآن خوانده نمیتونید. شما از همون بوی خوب محروم هستید. چی نمیرسد برای شما؟ برای این دادن مبلغ لازم نیست امروز کودکان قرآن خوان هستند. آمده پیش کودکان تعلیم گیرین، قرآن تان احترام کنین. هر یک فرزند مسلمان یک ورق خواندن هر روز در ذمه او شرط است، ضرور است که یک ورق قرآن باید هر روز تلاوت کنند. قرآن بالای شما حق دارد، روز قیامت بالای شما شکایت میکند که مرا ناپسندی کردند، مرا احترام نکردند. حتی حبیب خدا چی میگوید؟ میگوید لو جعل القرآن فی اهاب ثم القی فی النار محترقه. همینش برای شما باید بسنده باشد. حبیب خدا میگوید اگر کدام جوان یا کدام موی سفید یا کدام دختر یا کدام کمپیر اگر قرآن خوان باشد، روز قیامت اگر ملائکه های دوزخ او را گرفته در دوزخ هم که پرتایند، محترقه او را دوزخ نمی سوزاند. در هر پوستی که، در هر دلی که اگر قرآن جایگیر باشد، دوزخ او را سوزانیده نمیتواند. خوش به حال اون جوانهایی که امروز قرآن خوان هستند. انا اونا را من جوانهای پهلوان و با غیرت میگم. خوش به حالتان که این بشارت‌های پیغمبر خدا در شما نازل هست. این از دعای پیغمبر خدا که از بدی چشم، یعنی بین چشمی که قرآن نظر نکنه،
از بدی زبان، زبانی که اگر کلام الله را خوانده نتانه